یک هفته دیگه نمیکشم دل جگر و اعتراض آخر هم بار یک روز پیش کمی تاقیه مونده بود. این خواهم جون چی گفتی هست؟ من خودم نیز همراه خوانندگان در اونجا بودم. چی گپ شد؟ من تو امید نداشتم به خیلی من پرتایی روی اپا جا مایوان در کی جای باشه ساق سلامت بیارانشه. ما پاسون تلفن میکنم تلفنی وای پولنی یا گفتون دیگه گپ زدن نتونست. این خیلی کوچه دا بیهوده نمیگرد سری خم داشت. تو رو قبول دارم بیا ما بری تو نمیگذارم سختم میرم روزی من بود ما چه رسپودنیک میزنه میبرویه لاگری گلخان برومد اونجا رفتیم با سهر کتی زدیم رنگی که میگه همین تلفن یا میگریزونن این سوسو برسودن یا که دختری من میفهمن میگریزونن این سوسو میبرن. لحظه که حیات خودتان رو برای پیدا کردن همین نفر به خاطر اشکای سوزان جگرسوز همین مادر صرف کنید. چهارم جشن گلی لالا طرف مکتب بدن بود گرفتم بود گفتا که دیرکتور که همین تکلیفه باید 10 تا چکم پوش و اطلاس پوش کارگرا باشن 10 تا دیختم من روان کردم خودم مجبور گفت نمیرم و چه گفتم دختر جان خفه میشه دیرکتور یکی راهبره گپ میشنه من رویش کردم مجبور رفت دیگه نامو طول 6-7 ماهی که همراه ما کار میکند دختری آرام طبیعتی وزمین بودند. در سنه 4 اپریل سال 2019 با فرمان رئیس شهر دوشنبه یعنی آزمون سیر گلی لاله باید در باغ استاد عینی برگزار میکرد و جشن گرفته میشد و آموزگاران و خوانندگان نیز به اونجا دعوت شده بودند. جای برگزاری یعنی پارک عینی همه معین شده بود و من خودم نیز همراه خوانندگان در اونجا بودم. مهرافروز خالمیرزا نیز همان روز باید برای سپاریدن ریتینگ هایش میرفته است. از اونی که من از مادرشون شنیدم از طرف مادر مهرافروز یعنی رجب گلخمار زنگ شد که دختر ما ناآمده نرسیده است. همان روز من به شعبه معارف باید می در آمدم برای چه دستور سپارش هایی که می شود و مهرافروز خالمیرزا را همونجا در ایستگاه دیدم و فکر کردم شاید به خانه همین خانه نمیفارم دیگه میگم میتری همین خانه ندارم نمیخوام که دیگه لای بودی که الله هم خوشرو بود دیگه در خانه نمیخورم فقط با فقط کسان شد یعنی خانه جای خوشه دیگه نمیفورم که اگه چی کار کردن نمیفورم دیونی تیار شدم نمیدونم آخی به ارزای دارو خوردن و ای چی کردم دیگه آی یعنی تاقیای دختر من آخر هم بار یک روز پیش کمی تاقیه مونده بود قطعی ازار و کرتش پوشیده رفته بود که تو باشه این جای خوشه مهرافروزی من اگه جایی باشه خودم رفته باشه یا که مجبور برده باشن و چرد میرم و هیچی نمیگم بیا پس صدقه تو میشم که من تو رو به نانی قاق بازاد کلانت کردم ببین جای خواهده نک جایی باشه بیا کدام به انصافه برده باشه تا انصاف خدا در دلش انگازه سرت بود تا بیا اینو چجونی من دیوانه باری شدم یک هفته دیگه نمیکشم دل جگر و اعتراض خانه کلان شده که تا نگاه کن بچه جان نخواه یک بار تو آزاد باشی و بچه جان رو تلفن نکنی که بچه جان من در فلان جان بیا دختر جان نترس چطور کجای باشه
دمی تو میدم که تو رو پیدا کنه تو چه خیلی باشی من برای من عزیزی من تو رو قبول دارم بیا من بری تو نمیگذارم سختم میرم روزی من اپا دگو یگان جدا باشه اپا جون بیا کی فقط آنچان ده حقیقت نماز میخوانه تست کسال شد ساده بیا گازا اپا جون کی جا کی تست بیا ما به تو دیقم تو بجای او چه من کلون کده بیا چه فقط اکن بیا یا جای دامی سری دستر خوانی که نان میخوردی بیا شینه ای خواهر جان آخرای دختری بیره همیشه دنی که تو شبینه فقط که برای روزه که ستودین بود کار میکرد میشش دمینو رو تمرین میکرد میشش کتاب میخون چی ای کتابای صورت چی اونو دفتره اپت بیاره من باوریم نمی جونیو چه من تو باوری دارم که تو را مجبور بردگن یا که چه خیلی باشی برای من عزیزی من دیوانا برشدم فقط دفترهای تو را حسنی خطی تو را میکامم نمیستگی های تو را میبینم اینجا من این دختری من همین گم شده که دختری ها چه آخی دفریو یکم کس غلطی دی یا که چی گپ شد من تو امید نداشتم به خیلی من پرتایی روی نمیدونم چیکار کنم قطعی صورتات گرد میزنم میگم نخود تو منو پرتایی با همی گپی دشمنا که میگم بیره یکی بیره نباشه یکی دوم گرفته رفتگی نباشه کار کنه ارگنم همین گپا میگن من دا سخت میرسه آخی بیا من روسیه نکن بیا جونیو چه من در قوتی تو بیا تا کجای باشه من ای پشت تو میزنم که تو را پیدا کنم بیا یکون مقام تو شما مراجعت کرد؟ وزارت کارهای داخلی هست که طرفی هیکل سامانی هم طرف در رفتیم روز شنبه پریامشون بوده ساعتی 5 ایجا برامدیم رفتیم مچیرت گرفتیم مچیرت مورسی در آمدیم گفت اپا چه خدمت گفتم همون وزیر یکم وزیر کاش گفت که یکون جا دودا بوده گفتم ناحیه اسماعیل سامانی دا دودا بودیم ادیل دا میگن که دوم گرفته رفتگیسته یکون کسی نغزیدگیسته می بیایه وزیر اپای خیلی دخترها بسیار میشوند بعد من قطیوه گپم بلند رفت گفتم آخی دکزد نکرده آخی خی بگذار دوم گرفته رفته باشه یاشیده همه به عقلی میکنه با تیم بولی صغیره بود صغیره کلان شده بود من تو مراجعت کردم تو یا بیار من ده بوده بعد شما ده مراجعت کرد سادیم که کاراشون سوست 19 روز شد دختری من نیست همینه ببینه گفتن که ما میبینیم نه که تو حاضره هیچی خواهر جان یگون گپ یگون درک نیست من مادر تنهایی که فرزند شد نخوردم نپوشیدم همه خبر کردم شد چند تا ساقال آمد گفت نمیگیرم و چجان شما خودتان شو کرده چی شده عمیق زندگی عمیق عذاب و غم من زندگی شما رو میبینم دلم از زندگی خنکه من دیگه شو پوام نمیکنم من تا نخوانم تا مگیسترم تمام نکنم من تا خانه شما رو ریمان نکنم چی نکنم من شو نمیکنم میگم همون سهره که رفت شوقتی من بالای همین داشته نصیحت کرده بودم وقتی که تلفنی موبیلی استفاده میکرد دخترتان از همون دیده نمیتون کس با کسی صحبت کرده معاین نکردن معاین کردن یک تا پسر بچه از دویم ایتاژ شعبه معارف همین ناحیه اسماعیل سامانی به کار میکرده است اول به گپ زدن زنگ زدن اومد گفتن تو نمرات برای چی در تلفن میرفت روز گفته است که همون روز منبع داد رنگ شبهناک ترسیدگی بر این تلفن قطی کسی گپ زد شده بود من ده همون روز دادو لیکن اتوبوس 4 به سوار شد با همراهی من آمدم چورباغ به فرو آمدم وای رفت من پسون تلفن میکنم تلفنی وای پول یا گفتون دیگه گپ زده نتونست رنگی میگه که همه تلفن گرفته پرتفتن خاموش کردن کسی میگه این بچه گپاش یک بار میگه قطعی من سوار شد با من پیش یک کسی دیگه بود میگه من وای میپرسم که همراهی کی سوار شد میرفت روز اون دختر میگه که خودش تنها بود
درآمد 14 رفت. گفتم آخه نامده دختری من دیگه بعد با گپ هر خیل میتونه که ای وای او پسر بچه یک جایش سوار شدگی نبودن و بعدا سوار شدگی بود ای پیش وای سوار شدگی بود گپو یک بار خیلی میگن یک بار خیلی میگن هوایارا سر دادگن وقتی که دختر من پیدا نشده چی داره یا سر میتین و یا آزاد گشتستن این خیلی به حقی باشه حق به حقدار نرسانن اخی مو چشم دولت گفته همه ارگانا کارکنای ارگانا موندگیم اخی چه خیلی قسم میخورن و بگذار فرزندی من باشه فرزند یکی دیگه باشه نه که فرزندی خودشان باشه خیلی کارا که پیشگیری نکردی وای زیاد میشه همه فرزندی چند کسی دیگه های خیلی گم میشه پیشگیری که نکردی هم خیلی آزاد گشتن که بگذار جلب باشه فایشه باشه باید بیارن من ده مادرم سپارن که سوختن دل من کم شود سیم کارت ها مردگی بود نه که تلفن گرام بود ما چه سپوتنیک میزنه میبرویه لاگری گلخان برآمد اونجا رفتیم اکم اینو که قد به قد گرفتیم قریبی همون صاحبی همون وای قرابولی وای بعدن با سحر که زدیم رنگی که میگه همین تلفن یا میگریزونن سوسو برسادن یا که دختری من میفهمن میگریزونن سوسو میبرن چه خیلی آدم باشه و آدم من نمیدونم بعد با سحر زدیم ای انمی اصناف ما یک خانه و کارکنی گایی بوده ما کارکنی ارگان من نمیمونم خونه ما ده خیلی نیست даже همون گالونیکایی که فیراد کردیم آمدن کو درآمدن خونه نگفتن چی گفت وای نگفت اینا ندرآمدن خونه جستجو نکردن که کجا ده چیه اوخی من میبینم واپشه کارشون سوسته کدامی برده باشین ای خدا بترسین دختره بگردانین او چه ای شب و روز خواه نیست به آتا دختر کلان کدگه خواهر دارین دختر دارین پدر و مادر و خواهر و برادر و ای شما خواهشمندیم شما همدیگری تانه دستگیری کنین این هم آیله شما های ما تاجیک با تاجیک ای خیر رفتارا کنیم دیگه مملکت ها چی امید کنیم من برای فرزندم تا جناب دویدنی امید دارم که التماس همه خیلی کارا را پیشگیری کنن کار کنه مقامات های داخل دار که فرزندی من یاوان بگذار فرزندی من نباشه پیشگیری که نکنم فرزندی خودشون یکی شود چیکار میکنم خیلی خیلی که من به توجهی کرد مراجعت میکنم میگن که ای صورتش پرتافتگیم کوفته استم کوفت کوف دوام داره همه خیلی میکنن نه به فکری من فرزندی خودشون باشه ممکنه که در 2 ساعت یافته بیارم فرزند شدن نه که فرزندی من گم شده یا که کم بغلیه یا که چیزی من نگاه دارن هیچ چاره ندیده استن دیگه شنه میدانم جگرام سوخت 19 روز شده روز دختری کلان که هر شب هر روز نخونه بود نخواه که رم نکنه تون نخواه کم بغلت مادر تلا رم نباش آخه جناب میگه دخترها رو سختگیری نکنه مونه خانم من همین گپای جناب قطی رفتم قرض گرفتم ای پای دختری من دانشگاه ملی ذوق داشت سپارید که همونجا دقیقاتید من چقدر خرسند شدم یک شخصی آدمی با آبرو میشه گفتم کار بود کنی 100 کس میشه من یک جا میدانم که این خیلی میشه خواهدم داد خواهر جان فقط همه ولی راگم کار ولی بسپاکی دل همه چی ریفاکسین و کل کار سودیم من کتا همه که وقت قشدم تلخه همه کارگارو کفیده این دتری من اینقدر که شد وای بتران فرزندی قدریزه بوده دل جگرم سوخت دارن دلم پوری دارو خانه شده اپتیچکه شده نمیدونم چکار کنم روی خاطری اینش با میستم میتوانم ببره دارو میتیم و میتوانم چه جان فکری من کنه و چه جان شما اگر موری من او خودم بکشم و اجار میپرتم یا ایده رو پناهگاه شما دولت از زنجیر دولت در روز است دیگه که حب زدنم نمیتونم دل جگرم سوخت میرم روزه که نه
вирусу микробҳо сабаби бемориҳои сироятианд. хоҳед ки аз бемориҳои сироятӣ эмин бошед, аз гирдаҳои пахтагини Farmtex истифода намоед. ҳамагӣ дар як лаҳза ва нест бодо вирусу микробҳо. новобаста аз хоҳиши мо, вирусу микробҳо дар ҳама ҷо бо мо ҳамроҳанд ва баъзе аз онҳо сабаби бемориҳои сироятӣ низ мешаванд. гирдаҳои пахтагини Farmtex ки маҳлули тамизӣ доранд, дар як лаҳза вирусу микробҳоро нест менамоянд. бо гирдаҳои пахтагини Farmtex худро аз сироятёбӣ ҳимоя намо.